فعلا اینا رو ولش کن. یه خروس در روز چند تا تخم میذاره؟ نمیدونم 3 تا. 3 تا؟ به نظر تو یه خروس 3 تا تخم میذاره در روز؟ نمیدونم هر چند تایی که میتونه بذاره دیگه. میتونه پس بذاره. مرغ چند تا تخم میذاره؟ نمیدونم 3 تا 4 تا. صبح که خروس بلند میشه از خواب میگه قوقولی قوقول، به نظر تو تخم میکنه اونجا؟ نه. کی بعدش تخم میکنه؟ نه اون یعنی بیدار شین همه. آها بعد کی زمان تخم گذاری یه خروس؟ بعد از ظهر فکر کنم. خروس بعد از ظهر تخم. خروس چیه؟ اردک. قوقولی قوقول خروس. اینجوری مو داره. آره. ها میدم کدوم میگه الان. خب من بگو کدومه آخه. خروس تخم میذاره؟ خروس تخم میذاره نمیدونم میذاره. نمیذاره نه فقط اردک میذاره و مرغ. اردک میذاره؟ نرگس واقعا خروس تخم میذاره؟ من خروس نمیذاره اگ میذاره. نه شیر نمیذاره. من اصلا نمیدونم به خودم کدوم داریم حرف خروس هیچی نمیذاره. خروس فقط مردم رو بیدار میکنه. نه تو خدا یکم توضیح بده چیه خروس؟ بعد میگن چرا دخترشو سرکار میذاری؟ باید قطع کنم بهت کامل توضیح بدم که خروس چی کار میکنه. واقعا خروس چیه؟ چی؟ خروس مرد. مگه خروس زنم داری؟ نگه اینا رو تو مدرسه به شما یاد نمیدن. کی در مورد خروس اینا حرف میزنه؟ یعنی مرغ زن فقط داریم از صورت تکار نمیدونستم اصلا. همیشه به خودم فکر میکردم مرغ کدوم زنه مرده. چرا نپرسیدی اینو از من؟ یعنی من حواسم یعنی باید بیشتر از این به بعد جمع باشه مامان. خیلی نگران زندگیتم.